سلام و درود خدمت همه بینندگان تلویزیون افغان نور. خوش آمدید به یک ویدیوی دیگه از تلویزیون خودتان. بعضی آدم ها فقط یک اسم نیستند، یک مسیرند، یک داستان پر از تلاش، سختی، زمین خوردن و دوباره برخاستن. امروز می‌خواهیم درباره امید قنبری، عضو تیم ملی فوتبال افغانستان صحبت کنیم. کسی که نامش با تلاش، پشتکار و ایمان به موفقیت گره خورده است. این ویدیو فقط یک معرفی یک فرد نیست، روایت راهی است که میتواند الهام بخش هزاران جوان باشد. اگر به داستان‌های آدم‌های پرتلاش علاقه داری، تا آخر این ویدیو با ما باش. امید قنبری یکی از چهره‌های فعال و پرتلاش در دنیای ورزش است. فردی که با نظم، تمرین مداوم و روحیه جنگندگی توانست خودش را مطرح کند. او نه با شانس، نه با روابط، بلکه با زحمت واقعی قدم به قدم جلو آمد. امید قنبری نماد این جمله است. موفقیت نصیب کسانی می شود که تسلیم نمی شوند. داستان امید قنبری از روزهای ساده شروع شد. از همان روزهایی که امکانات کم بود اما رویا بزرگ. او از سنین پایین علاقه عجیبی به ورزش فوتسال داشت. زمین‌های خاکی، تمرین‌های سخت و بازی‌های دوستانه اولین کلاس‌های زندگی امید بودند. خیلی ها در همان ابتدا جا می‌زدند، اما امید تصمیم گرفت ادامه بدهد، حتی وقتی شرایط علیهش بود. هیچ مسیر موفقیتی بدون درد نیست. امید قنبری هم با چالش‌های زیادی روبرو شد. کمبود امکانات، فشارهای روحی، نادیده گرفته شدن، مصدومیت‌ها و شکست‌ها. روزهایی بود که شاید فقط خودش به خودش ایمان داشت، اما تفاوت او با دیگران این بود: تسلیم نشدن، کنار نکشیدن. قوی‌تر برگشت. بعد از سالها تلاش، نتیجه کم کم خودش را نشان داد. او به تیم ملی فوتبال افغانستان دعوت شد. تمرین‌های منظم، تمرکز بالا و اخلاق حرفه‌ای باعث شد امید قنبری در مسیر پیشرفت قرار بگیرد. عملکردش در میدان، نظمش خارج از میدان و شخصیتش او را به یک چهره قابل احترام تبدیل کرد. امید قنبری فقط یک ورزشکار نیست، او یک الگوست. از ویژگی‌های برجسته او نظم و دیسپلین بالا، روحیه جنگندگی، تمرکز در لحظات حساس، احترام به تیم و مربی، انگیزه همیشگی برای بهتر شدن. او نشان داد استعداد بدون تلاش هیچ ارزشی ندارد. محبوبیت امید قنبری اتفاقی نیست. مردم کسی را دوست دارند که واقعی باشد، متواضع باشد، الهام بخش باشد. امید قنبری برای بسیاری از جوانان ثابت کرد می شود از صفر شروع کرد و به احترام رسید. این پایان راه نیست. امید قنبری هنوز اهداف بزرگی در سر دارد. او به آینده نگاه می کند با امید، تمرین و ایمان. او می داند هر روزی که تمرین نکنی یک قدم عقب رفته ای. داستان امید قنبری داستان امید است، داستان باور به خود و جنگیدن تا آخرین لحظه. اگر امروز در مسیر خسته شدی، به یاد بیاور کسانی مثل امید قنبری را که با شرایط سخت‌تر هم ادامه دادند. اگر از این ویدیو خوشت آمد، لایک کن، کانال را سابسکرایب کن و نظرات خود را درباره امید قنبری بنویس. ممنون از این که تا اینجای برنامه همراه ما بودید. تا برنامه‌های بعدی، خدا نگهدار شما. از پختگی و خامی عالم نزنم از پختگی و خامی عالم نزنم هر پختگی بینی هر پختگی بینی جهان خامی امین است. این توسن ایام این توسن ایام چه خوشنام همین است. خورشید جهان سر از بام امین است. این توسن ایام در گوشه و در ریشه و در جنگل صحرا
جنگل صحرا